بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب گزیده اشعار مسکین قلیچ به چاپ رسیده که شامل مقدمه‌ای درباره تاریخ ادبیات ترکمن و به طور خاص درباره مسکین قلیچ و تأثیر او از ادبیات فارسی هست و پس از اون در قسمت اصلی کتاب 20 شعر از این شاعر ترکمن ایرانی آورده شده که بعد از هر کدوم از این 20 شعر ترجمه فارسی آن آمده. شعر اول رو یکی برای نمونه 2 بیت از اون رو میخونیم. یا الله هست اسمش. یا یارادن غم اوینده قالmışam غمگین گلم گلشاد eyle یا الله ربیم deyip sanga dade gelmişam abdim deyip sen yad eyle یا الله. ای پروردگار در خانه غم میمانم، دل غمگینم را شاد کن یا الله. ربم گوید به تو به داد می آیم، بنده هم میگوید تو کار من را انجام بده یا الله. ممنون از توجهشون.